خب در این جلسه در خصوص یکی دیگه از ساختمان داده های درونی پایتون یعنی دیکشنری ها صحبت میکنیم. دیکشنری ها شامل کلید و مقدار هستند. در پایتون دیکشنری با آکولات تعریف میشه و هر کلید به یک مقدار یا ولیو اشاره میکنه. مثلا یه دیکشنری ساده تعریف میکنیم به نام students. این مقادیر یعنی علی، سارا، رضا، اینها کلیدهای دیکشنری هستند و این اعداد ولیوها هستند. ما از طریق کلیدها به این مقدارها دسترسی پیدا میکنیم. کلیدها یکتا هستند، نمیتونن تکراری باشن. باید مقادیر هش پذیر و تغییر ناپذیر باشن. مقادیر هش پذیر و تغییر ناپذیر مثل اینت، فلوت، بولیان، استرینگ، تاپل، ولی نمیتونن از نوع لیست یا از نوع مجموعه ها باشن، یا حتی کلیدها نمیتونن از نوع دیکشنری باشن. اما مقدارها میتونن از هر نوعی باشن، شامل اعداد، لیست، رشته و دیکشنری ها. دیکشنری یکی از بهینه‌ترین و پرکاربردترین ساختارهای داده‌ای در پایتون. کاربردهای زیادی در اپلیکیشن های تحت وب داره: تحلیل داده، ذخیره سازی اطلاعات و پردازش سریع داده ها. در برنامه های تحت وب دیکشنری ها برای ذخیره و ارسال داده ها در API ها استفاده میشن. مثلا ما اطلاعات یوزر رو یا اطلاعات کاربران رو میتونیم به این شکل درون یک دیکشنری ذخیره کنیم و به صورت درخواست های گت، پست بین سرور و کاربر ارسال بکنیم. در تحلیل داده مثلا زمانی که ما میخوایم تعداد کلمات در یک متن رو شمارش کنیم با استفاده از متد کانتر، اون چیزی که این متد برمیگردونه یک دیکشنری هست که کلیدها شامل کلمات هست و مقادیر شامل تعداد کلمات هست. ذخیره اطلاعات محصولات در یک پایگاه داده جیسون. اگه با جیسون، ساختار جیسون آشنایی داشته باشید، به خصوص در کاربردهای تحت وب برای ارسال درخواست بین سرور و کاربر که به صورت جیسون ارسال میشن، یه چیزی شبیه به این هست. این اطلاعات درون دیکشنری ذخیره میشه، بعد تبدیل به فرمت جیسون میشه. جستجوی سریع اطلاعات دانشجو در یک سیستم. مثلا میخوایم اطلاعات یک دانشجو رو بر اساس کلید که میتونه شماره دانشجویی باشه پیدا بکنیم. خیلی سریع با داشتن کلید میتونیم به مقدار یعنی اطلاعات اون دانشجو دسترسی پیدا کنیم در زمان خیلی سریعتر از جستجوی یک لیست. خب دیکشنری ها گفتیم با آکولات تعریف میشن، یعنی ما یک اسم براشون مشخص میکنیم. فرض کنید من میخوام تنظیمات یک برنامه رو درون یک دیکشنری ذخیره بکنم. مثلا کانفیگ اسم دیکشنریمون هست، مساوی با آکولات باز، آکولات بسته. دیکشنری ها گفتیم شامل کلید و مقدار هستن. مثلا تم اون برنامه یکی از کلیدهای من هست که میخوام مقدارش رو مشخص بکنم، مثلا دارک باشه. پس این میشه کلید، این میشه مقدار. گفتیم کلیدها باید هش پذیر باشن و تغییر ناپذیر باشن، مثل اینتیجر، فلوت، بولیان، استرینگ و تاپل. ولی این مقدار سمت راست میتونه شامل هر مقداری باشه. خب این یک کلید مقدار دوم رو با کامات جدا میکنیم. مثلا تعداد ماکس یوزرز، ماکسیموم کاربران، دو نقطه مثلا 100. لنگویج مثلا یا زبان، زبان برنامه رو مشخص میکنیم فارسی باشه. و اینجا دقت بکنید با دو نقطه به هم نسبت داده میشن. پس این شد یک دیکشنری شامل تنظیمات یک برنامه فرضی. دیکشنری ها تغییر ناپذیرن، مقادیر در اونها یکتاست و تکراری ما نمیتونیم استفاده بکنیم. کلید مقدار تکراری ما نمیتونیم استفاده بکنیم.
پس باید دقت بکنیم به این موارد. فرض کنیم من میخوام notifications در این برنامه فرضی مثلا مجاز باشه true. خب این شد یک دیکشنری. خب یک مثال دیگه مثلا از یوزرز، یک دیکشنری شامل اطلاعات یوزرز. فرض کنیم کلیدهای ما یوزرنیم باشن، مثلا یک یوزرنیم فرضی یوزر 123 یوزرنیم و اطلاعات کاربر درون یک دیکشنری، یعنی مقدار این شد کلید و این شد میشه مقدار ما هم دیکشنری میتونه باشه. نیم به این شکل دیکشنری نیم مثلا علی، ایج مثلا سی، ایمیل مثلا یه ایمیل براش علی @gmail.com. خب اینجا ایمیل دقت بکنید چون از نوع رشته‌ایه باید حتما داخل دابل کوتیشن باشه. اگه عدد باشه یا بولیان باشه نیازی نیست داخل دابل کوتیشن باشه، مثل این و مثل این. ولی اگر رشته باشه یعنی شامل چند کاراکتر یا یک کاراکتر باشه باید داخل دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن باشن حتما. مقادیر پس باید دقت بکنید. و نکته بعدی حواستون به این نکته هم باشه، این کلیدها حتما نیازی نیست که از نوع رشته‌ای باشن. این کلیدها میتونن از نوع عدد یا از نوع بولیان هم باشن. در این صورت خارج از دابل کوتیشن کلیدها نوشته میشن. خب اینجا میتونیم یه یوزر دیگه هم تعریف بکنیم. مثلا خب همینو من سریع کپی بکنم، مثلا یوزر تو نیم احسان 37 مثلا احسان @gmail.com. پس هر تعداد یوزری بخوایم میتونیم به این دیکشنریمون اضافه بکنیم. شبیه لیست ها ما از dir میتونیم استفاده بکنیم. dir users که متد ها print dir users. متد ها اتریبیوت های قابل اعمال بر روی دیکشنری یوزرز رو به این شکل به ما نشون میده. clear copy from keys get، مثلا متد get یکی از متد های مهم دیکشنری است. items keys pop و الی آخر. از help هم میتونیم شبیه لیست و تاپل و مجموعه استفاده بکنیم. به این شکل print help، متد help یا فانکشن help دیکشنری یوزرز رو که بهش بدیم ما میتونیم راهنمایی در خصوص متدهای مختلف ببینیم. مثلا متد items دو تا پارامتر داره، چی برمیگردونه؟ متد get این پارامترهاشه، مقدار یک کلید رو برمیگردونه. توضیحات اگه زبان انگلیسیتون خوب باشه میتونید اینا رو به خوبی متوجه بشید. فقط برای یادآوری گفتم. متد get مثلا میگیم users dot get و مقدار یک کلید بهش میدیم، مثلا اینجا یوزر 123 رو به عنوان کلید بهش و اون رو به متد پرینت فانکشن پرینت میدیم. فانکشن پرینت ببینیم چه اتفاقی میفته. خب مقدار رو برای کلید یوزر 123 کامل برمیگردونه این مقدار.
پس این مقدار رو با استفاده از متد گت میتونیم بگیریم. حالا برای کانفیگ مثلا میخوایم ببینیم مقدار برای کلید لنگویج چی هست. میگیم config get language و اجرا میکنیم. FA یا فارسی رو برمیگردونه. خب اگر یک کلیدی که درون دیکشنری نباشه ما بهش بدیم، مثلا کلید یا مثلا اینجا من این کلید ها رو دارم، کلید بکگراند مثلا من ندارم. اگه من بکگراند رو به گت بدم ببینیم چه مقداری برمیگردونه. نان برمیگردونه، یعنی وجود نداره. میتونیم اینو از درون یک متد if استفاده بکنیم. if config get مثلا یک مقداری بهش بدیم notifications در خروجی این جمله رو نشون بده. notification مثلا enable else print notifications مثلا notifications اگر وجود داشت، اگر این کلید مقدار داشت، بیا مثلا بگو notifications not notification defined تعریف شده. اگه نه notification not defined مثلا و اجرا بکنیم. خب چون ما کلید notifications رو در دیکشنری کانفیگ داریم، این کلید تعریف شده، میگیم این رو برای ما برمیگردونه، نتیجه این رو برای ما برمیگردونه. ولی اگه نداشته باشیم notifications، مثلا اینو حذف بکنم. حالا اجرا بکنیم notifications not defined، یعنی میگه همچین کلیدی درون دیکشنری کانفیگ تعریف نشده. و متد آپدیت، با استفاده از متد آپدیت ما میتونیم یک کلید مقدار رو یا اضافه بکنیم یا تغییر بدیم. مثلا config در دیکشنری config dot update. خب یک کلید مقدار میتونیم ما اضافه بکنیم، مثلا notifications true. خب این اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب الان چون ما چیزی در خروجی، دستور نمایش در خروجی ندادیم، چیزی نشون نمیده. حالا کانفیگ یا دیکشنریمون رو به دستور پرینت میدیم که در خروجی مقدارش رو به ما نشون بده. خب اینجا notifications و true به دیکشنریمون اضافه شد و در خروجی نمایش داده میشه. خب اگه من بخوام یک مقدار رو تغییر بدم، مثلا لنگویج رو به en به جای fa تغییر بدم، باز میتونم از آپدیت استفاده بکنم. اینجا میگم لنگویج و مقدارش رو مثلا en us تغییر بدم. خب همونطوری که مشاهده میکنید مقدارش به این شکل تغییر کرد. اینجا توی سینگل کوتیشن نشون داده، پس میتونیم از سینگل کوتیشن ها هم به جای دابل کوتیشن استفاده بکنیم. خب یک متد دیگه داریم به اسم متد پاپ. فرض کنید میخوایم حذف بکنیم یک کلید مقدار رو درون دیکشنری.
ما با استفاده از متد پاپ و اون کلید میتونیم حذف بکنیم. مثلا من کلید مقدار لنگویج اف ای رو با دادن مقدار لنگویج به متد پاپ میتونم به این شکل حذف بکنم و همونطور که مشاهده میکنید حذف شده از درون دیکشنری. متد دیگر مثلا متد پاپ آیتم هست، کانفیگ دات پاپ آیتم، که آخرین کلید مقدار رو حذف میکنه. من این خط رو بردارم و اجرا بکنیم، باید این کلید مقدار رو حذف بکنه. خب مجدد اجرا بکنیم. پس آخرین کلید مقدار رو با پاپ آیتم حذف میکنیم درون دیکشنری. خب اگه بخوام دیکشنری رو پاک بکنم به طور کامل، مقادیر درونش رو از متد کلیر استفاده میکنم و اینو تبدیل به کامنت کنم که اجرا نشه. خب متد کلیر کامل حذف میکنه مقادیر درون دیکشنری رو. متد بعدی متد config dot keys، کلیدهای دیکشنری رو برمیگردونه. من اینو بدم به پرینت ببینم چه اتفاقی میفته. خب اینا رو که نیازی ندارم پاک میکنم، سریع اجرا کنیم. خب کلیدها رو برگردون، تم، ماکسیموم یوزرها و لنگویج. خب میتونیم این کیز رو پیمایش بکنیم فور کی. این کلیدها رو میتونیم به این شکل پیمایش بکنیم. config.keys print یا کلیدها رو یکی یکی در خروجی به این شکل نشون میده. پس این ستا رو به این شکل در خروجی نشون داد، قابل پیمایش هست. متد بعدی متد config، مثلا اسم دیکشنری داد values هست، مقادیر رو برمیگردونه. config داد values مقادیر درون دیکشنری رو برمیگردونه. من اینا رو تبدیل به کامنت بکنم فعلا. خب اجرا بکنیم. dark sad و fa یک آبجکت هست، اینو بهش میگن یک آبجکت، یک لیست که مقادیر رو برمیگردونه. دیکت values این سه تا مقدار رو برمیگردونه و این هم شبیه کلید قابل پیمایش هست. for value این config داد values print value. خب این مقادیر رو پیمایش میکنه، مقادیر در اون دیکشنری رو، و یکی یکی در خروجی نشون میده. خب اینجا یک ایراد املایی داره، این سه تا مقدار رو به این شکل پیمایش کرد و نشون داد. خب اگه من از config.items استفاده بکنم، متد items وقتی بر روی دیکشنری فراخوانی میشه، مقدار کی ولیو رو به صورت لیستی از تاپل ها برمیگردونه. یعنی من میتونم اینجا بگم for key comma value in config.items print. خب درون f string کلید مقدار به این شکلی دو نقطه value و اجرا بکنیم به صورت کلید مقدار. پس من میتونم به این شکل هم دیکشنری رو، آیتم هاش رو پیمایش بکنم. خب خروجی این config.items رو برای اینکه بهتر متوجه بشید، من اینجا اینا رو فعلا کامنت کنم که اجرا نشه. print config.items یک لیستی شامل سه تاپل، کلید مقدار کلید مقدار کلید مقدار. این سه تا تاپل، چون سه تا کلید مقدار در اون دیکشنری داریم، به این شکل
نشون میده و نحوه پیمایشش رو هم در این دوتا خط مشاهده کردیم که ما کلید و مقدار رو در خروجی نمایش دادیم. خب این دیکشنری بود. البته متدهای دیگه ای داره که اون به مباحث پیشرفته تر پایتون توضیح داده میشه.